میکنه؟ خیلی بهتر شدم خدا با شکر. چند بار به شما میگویم کمتر فکر کنین، کمتر عصبی شوین، به درسا کمتر اهمیت دین، اما شما گوش نمیکنید مرا. ای زنک جان، همین درده که خدا داد شفاشم خدا میتیم اخی. سلامتی را هم نگاه کردن در کار است که. بله بله، یکی گفم درسته. کیا شد؟ نمیدونم. لبه سلام علیکم مجان، نازت خوبه؟ ما هم شاگرده استاد اینجا باشم. بله استادم اینجا از ولی بیمار شده. مرحمت کنید. بذارید بایم خونه. همچه دم ها؟ نه خونه رسته کنید. سلام علیکم، بیا شاگرد. جان سلام علیکم. علیکم السلام. نازل شاگرد خوبی، سلامتی ها نازل. رحمت شیکنی مرحمت. سلامتی ها خوبه. خدا را شکر استاد. شما نستین؟ رحمت شاگرد عزیز. خانگاه هم سازن. میشد استاد ناز رحمت. من فهمیدم که بیمار شدن زیغشون رسیدم. من خبرتون بیرون. سلامت باشید دادری جان، سلامت باشید. آخه که بیمار خداوند بیمار میکنه با شفا میده. انا همین دیروز شنیدی یا همین روز گفتم من رفت زاشتم تو یک باشون ببینم با کارم. ای سلامت باش. این فوزال ایخل پیشتر شنیده ایده اومده بود دین اومده. فوزال شاگرد اومده بود. با در همین بالای بیماری مو کم ترزیق مو کرد. اینه. چی میگم؟ که بچه یازده. گفتم که هم خیلی بیمار شدم، همین درد رو اومد، همین مثل خیلی همینجا شیشته گفت استاد خوبه اخی. گفتم خوبم. گفت استاد باور کنه این همین درد بیماری شما را با فکرم بسیار عذاب داد. گفتم چی با؟ میگه که رنگی سگ خراب شده استاد. ولی بیاین فوزایل هم خیلی گفت استاد. ولی شاگرد رنگی سگ خراب شده گفت. میگه رنگی سگ خراب شده. همین نتونیم صبح کم به یک قامه است. ولی ایشالا شما کم ترسوس این بقات شاین دردان شاین ایشا با رنگ خوب فربه میشین. استاد جان خیلی دو کنیم من برم استادستان کار دادیر میشم. خیلی با کس کار برکه سلام بشون استاد جان خدا شکرت یا اما نشنم روتون سیاه حیوانا. مردک ای شاگردتان رفت؟ نه یک پیاله چای کرده استه بودم. این دفگاه این سطح چای شما نیا بیا اینجا شین زنه با چی شد؟ شاگرده یعنی به معنی تربیه کردیم ده. من گفتم که شما فقط برایم شاگرداتان عصبی میشوین. خیلی کم میخینه. خیزن اگر چای که بودم کنم. خیز سلام کفری. این مردک چای گفتگیتون مرحمت کنه چای نوشه عصب آرام کنه. عصب آرام میشه که خم تزن الان خوراک پختی؟ بله بازش تیار میشود خوراک. بکیه؟ نمیدونم باز کی باشد. یک پیاله چون هم خوردن نمیمونم کنی بکیه؟ میرفته بینم. لبه خوشم. لبه؟ علیکم السلام. استاد اینجا باشم؟ بله استاد اینجا. نه بدونم. کم ترمزه شون نیست بیمار شده. ممکنه خواهش. بله مرحمت کنید. این داری راسته کنم. همجا ده ها؟ بله. سلام علیکم. علیکم السلام. بیا نعمت جان سازی تینجی ای دوست دیرینه مرم اسمرانه هم داشته زنم شما نعمت جان شما هر دوم میخواد استاد جان. خداوند شفای کامل عاجل برای بیماران از همه بلاها ما رو نگهبان باشه. خیلی نعمت جان سازی تینجی سلامتیات خوبه برنامه که ای سلامت باشه. همه دیر مزد تو نشیده؟ مزن نشیده
مزام نشیده دو روز حالا بچه‌ها گفتن ازتون نشیده دیدیم یک استاد خبر گیریم. خیلی اکر دردی خدا در بخدا ما شفا میتیم آخه. هیچ وقت کس خبر گرفت استاد جون؟ بچه‌ها اومدن. خبرگیری اومدن. شاگردا اومدن. یک دو شاگرد انو فوزایل و اوکی چنم داره او شاگرد دیگر ما. ای فوزایل شاگرد ها؟ فوزایل شاگرد انا بعد نعیم جان ما اومدن خبر گرفتن. بچه‌های خوبم و یا هم یک بچه خوبم اکر راست دیگه کم کم با همین در بالای همین سوختن نمکاو کردن. چون تنجیه؟ خیلی تنجیه. فوزایلش اومده او سهر خبر گرفت گفت او استاد با چنان وایما میکنه که او استاد شما اینقدر خراب شده این درد شما را غم داده. گفتیم خیلی دردی خدا میگه که استاد باور کنه مثل سگ خراب شده. همین خیلی میگم سخنه که گفتی فکر کنی هم میگه مثل سگ خراب شده. گفتیم خیلی کم کم بچه بیافرنگه. انا با اون نعیم جانش اومده میگه استاد شما خوبه سازه. گفتم خوبم سازم. بعد نفر کردم ده که همین فوزایل همه خیلی میگه فوزایل نعیم جان دارید مثل سگ خراب شده. این به عقل دیگرش میگه چی میگه ای استاد باید دگه پای وزیر نشوه هیچ گم نداره. باز شما کمتر صحت سلامت شوه رنگ خوب فرمه میشه. ای بچه به عقل دیگرش میگم خیلی گرم اخمقا خود در این استاد شما خیلی نمیگه پورا گازمی نه استاد خیلی کنم این تربیه همین اهمیتی به تربیه‌گی دار زنک یا یکم دسترخون او زنک لبر آخی بیار تو یکم چی بیار یک دسترخونه یکم چی بیار حاضر یکم چی در کن نیست اینم یک پیولا چوی میگیریم بس ای ما گفتیم شما را یک خبر گیریم یک صحبت خیلی خوبه نیمه جا یکم چی در کن نیست یک دسترخون پرتوه با همین یک بشه یک روزه که دیگه هم بشه ولی استاد جان بگه شاگردای خیلی شما را زیر کردن ها ای خیلی که شاگرد این فوزایلش سر گفته که دیگریش خوب بوری گفتن دیگه مثل خوب فرمه میشه. شما یکم مایده زیر نشه استاد جان آخی نیمه جان خیلی عصب ویرما میشه. زحمت کشیده مهنت کرده این شاگردا رو تربیه میکنی. آخی سخنرانی و گپزنی شما بین او گپ سری انا همین میرود که این ابله ها تربیه انسان نه تربیه خر گرفتگی هم